شکر گویم ملتم را شکر این مادر وطن شکر صلح و وحدت و پایداری تاجیکم تاجیکستانی عزیزم وحدتت پاینده باد آفتاب شعله افشان در سرت تابنده باد. خیلی شاد میشم اگر به ازبکستان روم از تاریخ آنجا بغیر از تاریخ خلق تاجیک باز با تاریخ خلق ازبکستان و قرقیزستان آشنا گردم و به هموطنانم نیز توصیه میدیم که به از تاریخ آنجا نیز آگاه باشند. خلق ازبکستان یکم سپتامبر ایدی استقلالیت خود را جشن گرفتند و از نام خود و از نام کل تاجیکستان آنها را به این روز استقلالیتشان هر چند که گذشته باشد از صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. من الهیم دوستی ما جاویدان باشد و دوستی دیرین باشد و دوستی را جستجو داریم ما از امانی گفتگو داریم ما. امروز ره تا ره اسرائیل نازنین پر از مهر و محبت خنده و شادی آدمان است. همه به زبان قرقیزی همه به زبان ازبکی تاجیک گپ میزنند. این معنی صلح سعادت و محبت ماست. من امروز بسیار خرسند و سرفرازم که یک گروه برادران ازبک در جشن 27 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند و دوستی خلق‌های ازبک و تاجیک این ابدی بود، تاریخی است و من باوری دارم که با تشبث و دستگیری راهبران دولت ازبکستان و تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان و پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک باز مستحکمتر می شود. دوستی ابدی و رحمت و پرزیدنت ما امام علی شریف و شفقت میرزیویف که دوستی ابدی و استقلال شدند. استقلال است استقلال است آسودگی از هوای استقلال است استقلال است استقلال است آسودگی از هوای استقلال است. این آرزوی دیرینه من بود. سالهای پیش رفت و آمد داشتیم، یک وقتی ها بود یارو دوستا مخلصای زیاد داشتیم. یک فرصتی شد که حتی یاد میکردیم، شما ما رو یاد میکردید ما شما رو یاد میکردیم. فرصت شد که از هم دور ماندیم. از ما بسیار خرسند هستیم که همین روزی ایدی بزرگی ملت در شما قرار دارتون. اولا خوش آمدیتون میگم نوری تاج سر است. برای من این روزی بزرگ باز بزرگتر شد که مهمانای عزیز گوشت و ناخونهای عزیز mehmoni moshidita. Qolaversa bugun mana shu Tojikiston Respublikasining 27 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bayramoldi tantanalarida biz ishtirok etdik. Bu yerdagi ishtirok etgan ishtirokchilarimizning chiqishlarini ko'rib juda ham ko'nglimiz, qalbimiz yayradi. Chunki har bitta chiqishlarda vatan madhi, yurt madhi, onalar madhi, bugungi tinch, osoyishta, farovon hayotimizni madh etuvchi qo'shiqlar kuylandi. Do'stlik madhi albatta. تمام ازبکستانیان و تاجیکستانیان یک جایه بودند، همدل بودند، یک سخن بودند، یک گپ بودند چه که میگن. و من باز میخواستم مینداری خودم را به پرزیدنت ازبکستان رسانم، چون که امروز یک شرایط بسیار مناسب پیدا شد که ما صنعتکاران توانیم با مخلصانمون روبرو شویم، فخری کنیم. السلام السلام عزیز میهمانلر، السلام 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 دوست و برادر، السلام. سالهای طولانی نه بلکه ما طرف ازبکستان هم انتظار بودن مردم، چنانه که شاعر فرمودن تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن.